اولین چیزی که خداوند آن را آفرید چه بود؟ خداوند در چند روز آسمان‌ها و زمین را آفرید. کدام پیامبر به خلیل الله معروف است؟ این سوال رو شما جواب بدهید. کدام سوره قرآن تماماً درباره توحید است؟ نام الله در قرآن چند بار آمده است؟ کدام صفت از صفات خداوند فقط مخصوص اوست و هیچ مخلوقی آن را ندارد؟